الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کردند که من از یک انسان پول قرض گرفتم که پولش از راه حرام به دستش می آید و من بعد از این که پول را گردانیدم از پول حلال خودم قرض گرداندم. آیا گناهکار شدم یا نشدم؟ البته بهترش این است که قرض را از یک انسان مسلمان، از یک انسان خوب بگیرید تا که پول حلال باشد. و اما وقتی که شرایط نشد، اینچنین انسان نشد، از دیگر انسان هم قرض گیرید جایز است، باکی ندارد. گرچنده که پولش از راه حرام آمده باشد هم به شما باکی نیست. و البته مسلمان که همیشه پولش حلال است، پول قرض را از پول حلال خود میگرداند. و اما کوشش کنید که معامله ها هم با همراهی برادران مسلمان باشد. اما چه خیلی که بیان کردیم، در حالتی که به شما مبلغ ضرور است، از یک انسان بدبخت حرام خور که پولش همه‌اش از حرام آمده از قرض گرفتید، هیچ باکی ندارد و این قرض رو هم گردانیده میدید از پول خودتون، از پول حلال، هیچ باکی ندارد، مشکلی نیست. بارک الله فیکم.